حجاب جزء واجبات شرعیه، پس حتما باید رعایت بشه. چیزهای دیگر جزء محرمات شرعی هستند، پس باید جلوشون رو گرفت. از قبیل این نوع استدلال ها این روزه زیاد میشنویم. برای نمونه، آیا حجاب مسئله دینی شرعی از جانب خالق حکیم هست یا نیست؟ آیا حکومت حق دارد آن چیزی که خدا بشر رو به اون امر کرده دخالت کنه؟ من میگم مثلا فلسفه تشکیل حکومت اسلامی همینه. شما اصلا چطور میتونی بگی نمیتونه؟ باید بکنه. خب پس پشت همه این نوع استدلال ها یک چیز نهفته است و اون تقابل فقه با حقوق و قانونگذاری مدرنه. اما آیا فقه و قانون هیچ وقت میتونن در یک راستا قرار بگیرن و آیا فقه میتواند قانون بشود یا فقه خودش قانون هست و یا شاید هیچ وقت فقه قانون نمیتواند بشود؟ اگر به این سوال ها علاقه دارید با من محمد حسین خانبگی و در اینجا یعنی پادکست مطالعات همراه باشید. قبل از این که به محتوا برسم، به عنوان مقدمه بد نیستش که در مورد تقابل فقه و حقوق در تاریخ خودمون، در تاریخ ایران یه اشاره‌ای بکنم. اولین تقابل فقه و حقوق طبیعتاً برمیگرده به زمانی که حقوق مدرن وارد کشور شده. کی؟ یعنی مجلس اول شورای ملی زمان صدر مشروطه. اما اون چیزی که احتمالاً دوستان شاید خود شما فکر میکنید محل مناقشه مشروط خواهان و مشروع خواهان نبوده، بلکه یه چیزی خیلی خیلی عجیب تر بوده. هیچ وقت محل مناقشه مشروط خواهان و مشروع خواهان این نبوده که ما مشروط خواهان میخوایم یک عمل حرام شرعی رو تصویب بکنیم و مشروط خواهان میگفتن که بیجا میکنید که شما همچین کاری بکنید. هیچ وقت تقابل بین مشروط خواهان و مشروع خواهان این نبوده که ما مشروع خواهان مثلا میخوایم که قوانین شرع تصویب بشه و مشروط خواهان میخواستن یه قوانین خلاف شرعی تصویب بکنن و این دوتا تقابل پیدا کردن. اصلا اینطور نبوده، چرا که تصویب قوانین خلاف شرع یه چیز خیلی تابوییه که اون زمان بخوان بهش نزدیک بشن. این که لوازم حرف هر کدوم چیه یه بحثیه، این که آیا در تاریخ این تحقق پیدا کرده یا نه بحث دیگریه. پس محل نزاع کجا بوده؟ محل نزاع اینجا بوده که کسی که اتفاقا طرفدار شرع بوده میگفته آقا شرع اسلامی به من اجازه نداده که مثلا یه قانونی وضع بکنم و فلانی رو بدون این که خدا محدود کرده باشه محدودش بکنم. ببینید اساسا صورت مسئله یه جور دیگه شده. سوالشون این بوده، میگفتن که آقا خدا و پیغمبر که از ما نخواستن که شناسنامه مردم داشته باشن، خدا و پیغمبر که مالیات نخواستن، من چه حقی دارم که این شهروند خودم رو محدود بکنم، بگم به شرطی میتونی کار بکنی که بیای از من مجوز بگیری، به شرطی بهت مجوز میدم که مثلا سربازی رفته باشی، به شرطی سربازیت میفرستم که شناسنامه داشته باشی. ببینید اینها یک سری تکالیفه که ریختیم سر شهروند مدرن و اون مشروع خواهی که اون زمان بوده میگه آقا من چه حقی دارم که این بابا رو اینطوری مکلف بکنم به یک تکالیفی که نه خدا ازش خواسته نه پیغمبر خواسته. من الان چه حقی دارم که تحمیل بکنم یک چیزی رو به شهروند؟ ببینید محل نزاع کجاست و کجا خودش رو نشون داده. لذا اتفاقا حکومت هایی که فقه مدار بودن در داخل پرانتز، منظورم الان جمهوری اسلامی نیستا، منظورم
حکومت هایی است که قبل از دوران مشروطه هستند و مثلا یه میزان فقه درشون حکومت کرده. اینا هیچ کدوم حکومت های توتالیتر نیستن. یک علت کلیش اینه که اساسا توتالیتاریسم یه پدیده مدرنه، اما یک علت جزئی هم داره. دلیلش اینه که درسته که فقه به معنای لیست تکالیفی که یک مکلف باید انجام بده، ما وقتی ما مسلمان هستن میگن فقه، ممکنه 4 ستون بدنمون بلرزه به خاطر اینکه میدونیم راست بریم یا چپ بریم یک سری سلسله تکالیفی داریم که مثلا باید انجام بدیم. این یه بحثه. اما همین فقه در حوزه مسائل عمومی چون خیلی ساکت تر از اتفاقا قوانین مدرنه و اجازه دخالت در مثلا زندگی ها رو خیلی موقع نمیده، اتفاقا حکومت های فقهی حکومت های توتالیتر نمیتونستن باشن. این رو من داخل پرانتز عرض کردم، اما بخوام توضیح بدم و توضیح مفصل و مبسوط بدم در این رابطه نیاز به یک اپیزود دیگه ای داره. محل بحث ما الان توتالیتاریسم مثلا فقه شیعی نیست. محل بحث ما اینه که آیا فقه قانونه؟ 2. آیا اگر فقه قانون نیست میتواند قانون بشود؟ و 3. راه حل هایی که افراد مختلف دادن که این مسیر طی بشه چی هست؟ 4. آیا این راه حل های تمامی هستند یا کمیتشون میلنگه و این راه حل های شسته رفته نیستند؟ 5. حالا الان چی کار بکنیم؟ الان چه طرحی میتونیم در بیاندازیم؟ سعی میکنم به اینها پاسخ بدم در خلال این اپیزود و احتمالاً 1-2 تا اپیزود بعدی. خب پس برای اینکه مقدمه رو یک مروری بکنیم و به مباحث خودمون برسیم، بگم که پس حکومت‌های ما قبل دوران مشروطه حکومت‌هایی بودن که فقه درشون حاکم بود و وقتی میگم فقه درشون حاکم بود یعنی تنظیم روابط شاه با رعیت و تنظیم روابط بین مردم رو فقه عهده‌دار بود. البته یه میزانی از فقه هم فقه عبادیه، یعنی که چجوری نماز بخونیم، روزه بگیریم و اینجور چیزها. اما وقتی ما داریم در مورد حقوق صحبت میکنیم طبیعتاً بیشتر در مورد فقه به اصطلاح علما فقه معاملات داریم صحبت میکنیم. معامله به این معنا نیستش که خرید و فروش ها، به معنای روابط بین افراده. اگه بخوام به صورت فنی بگم، ما در فقه یه مثلا عبادت به معنی عام داریم، به معنی اعم داریم، مثلا چه میدونم در همینطور معامله به معنی الاعم و به معنی الاخص داریم. وقتی میگن معامله بعضی موقع ها منظورشون خرید و فروشه، ولی معامله به معنی الاعم منظورشون هر چیزی هست که قصد قربت نیت نخواد. یعنی قصد قربت اساسا شرط صحتش نباشه. مثلا اگه من بخوام نماز بخونم باید قصدم این باشه که امر خدا رو انجام بدم. اگه همچین قصدی نداشته باشم اون نماز هر چقدر که در ظاهر درست باشه اما صحیح نیست، اصلا واقع نشده انگار. اما من چه هر قصدی داشته باشم وقتی یه چیزی از شما میخرم یا میفروشم این انتقال ملکیت انجام شده. اگر اجاره میکنم این انتقال منافع به تعبیری انجام شده. اگر مثلا میمیرم ارث من به چه نحوی به مثلا طبقات مثلا به بچه هام یا مثلا چه میدونم به پدر مادرم یعنی به طبقات میرسه، این نحوه رسیدن ارث رو فقه داره تعیین میکنه. اینا دیگه هیچ کدوم نیت من در صحت و بطلانش شرط نیست، یعنی نیت قصد قربت هم منظورم. خب پس تا اینجا توضیح دادم که اون چیزی که عمده برای ما مهمه معامله به معنی الاعم به اصطلاح تخصصی فقهیش هست. و یعنی چی؟ یعنی این که فقه تنظیم روابط بین انسانی یک و تنظیم روابط بین رعیت و پادشاه رو به عهده گرفته. طبیعتاً وقتی پادشاه یک قدرت خیلی زیادی داره
این روابط بین پادشاه و رعیت هم اونقدر مثلا بهش پرداخته نشده که بینا انسانیش پرداخته شده. و البته داخل پرانتز اینم بگم، عرض کردم که حکومت‌های مدرن، قانون مدرن و متجدد اتفاقاً شهروند و محدودتر از فقه میکنه، منتها محدودتر در حوزه اجتماعی. یعنی یک سری تکالیف در حوزه اجتماعی به شهروند القا میکنه که اساساً در فقه همچین القایی رو نداریم، لذا دست شهروند بسته است خیلی موقع‌ها. اما یه نکته هست، هر آنچقدر که دست شهروند رو حکومت میبنده به این معنا که مکلفش میکنه به تکالیفی، میگه باید این کارها رو انجام بدی، اگر این کارها رو انجام بدی این حقوق رو داری، یک حقوقی رو هم برای شهروند قائل میشه. من مالیات میدم و حق دارم مطالبه بکنم امنیت اقتصادیم رو، حق دارم مطالبه بکنم از دولت که پلیس بذاره پس دزد نیاد تو محله ما دزدی بکنه. یعنی این دیگه حق منه. من هم باید مثلا توهین نکنم به شهروندان، هم حق آزادی بیان دارم، هم حق نقد دارم. یعنی هم لیست تکالیف من پرتره، هم از این طرف لیست حقوق من پرتره. در صورتی که همون قدر که در حکومتی که فقه مداره، میگم حکومت‌های پیشا مدرن، لیست تکالیف شهروند به محو شهروند، نه به عنوان یک فرد، کمه، لیست حقوقش هم تقریبا صفره. کدوم حق اساسا؟ خب حالا این مقدمه ای بود برای اینکه بریم ببینیم که آقا ریشه های این دوتا کجان؟ آیا این ریشه ها از یک آبش آب میخورن یا نه؟ دو، اینکه آیا این دوتا رو میتونیم به هم نزدیک کنیم یا نه؟ با من همراه باشید. خب حالا میخوایم به مواردی برسیم که این اختلاف وجود داره و ببینیم که این اختلاف رو میشه چیکارش کرد. یکی از مهمترین به نظر من اختلاف ها اینه که قانون اساساً اراده کی هست و در مقابل شرع، شریعت، فقه اون اراده کی هست. دومیش خیلی واضحه، در مورد اولیش خیلی بحث شده، اما به صورت اجمالی میشه گفت که همه قبول دارن که آقا قانون باید حداقل تجلی اراده جمعی افراد اون کشور باشه به صورت کلی. حالا یعنی مردم هستند که اراده میکنن یه قانون رو وضع میکنن برای جامعه، در صورتی که در دومی یعنی در شرع همین میدونن که شرع جعل خداونده. جعل که میگم به اندازه جعلی نیست، یعنی که خداوند جعل کرده، یعنی قانون گذارم قانون جعل میکنه، یعنی که وضع شده این قانون. اراده چیه؟ اراده شارع مقدسه که یعنی خداوند. حالا ممکنه یکی به که آقا به پیغمبرم این تفویض شده، پیغمبرم در یه جاهایی خبر از شرع خدا نداده، بهش تفویض شده که او هم قانون بذاره، یا به ائمه هم تفویض شده. حالا دیگه الان این وسط ما در مورد این دیتیل کوچیک نمیخوایم صحبت بکنیم، بحث ما اینجا الان این نیست، وگرنه متعرض این مسئله هم میشه. خب بیایم سراغ مسئله خودمون. حالا مشکل کجاست اینجا؟ حالا فهمیدیم که قانون تجلی اراده مردمه و شرع تجلی اراده خداست. خب مسئله اینه که مردم، انسان یک پدیده اجتماعی و تاریخی است و زمانمنده. وقتی انسان یک پدیده تاریخی و زمانمند باشه، طبیعتاً جعلی که میکنه، یعنی وضع قوانینی میکنه برای تسهیل زندگیش و تا جایی که میتونه عدالت رو هم البته پخش بکنه. چیه؟ تحقق ببخشه چیه؟ اینه که قوانین رو به مقتضای زمان تغییر میده. این یکیشه دیگه. چرا؟ چون این آدمی که داره قانون رو وضع میکنه، همه این قانون وابسته است به وضع واضعش. واضعش کیه؟ واضعش یک شخص تاریخمند، زمانمنده و وقتی این واضع تغییر میکنه طبیعتاً قانون هم عوض میشه. لذا میبینید که در قوانین سکولار راحت قانون ها عوض میشه دیگه طبیعتاً. حالا ممکنه بگید یه قانون جان سختی میکنه برای اینکه یک ریشه‌ای در
یه تیکه از جامعه داره، 2 مرتبه اینجا جامعه است داره مخالفت میکنه، مقاومت میکنه. مسئله چیز دیگری نیست. اما در مورد شرع ما الان با کی مواجهیم؟ با خدا. خدایی که در الهیات اسلامی یک خدای لازمان و لامکانه، یعنی محدود به زمان نیست، گرد تاریخ بر دامنش ننشسته، همیشگی است. خب اون وقتی قانونی میذاره خیلی این قانون همیشگی همه جایی است و باید اجرا بشه، درسته؟ خب این تبیین تئوریک اینه که شریعت چرا اینقدر سخته. حالا مشکل اینجاست که همین تبیین تئوریک رو خود شارع هم اومده این پیچاشو 2 تا یه زور دیگه هم زده سفتش کرده، به کلام هم گفته که حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، حرامه هم حرامون الی یوم القیامه. حلال محمد علیه السلام تا روز قیامت حلال است، حرام او هم تا روز قیامت حرام است. حالا ممکنه که در سند این اشکال بکنه نکنه، الان کاری به این ندارم، من دارم در مورد آگاهی جمعی صحبت میکنم و آگاهی که ما در مورد شرع داریم. خب حالا من این با این شرع چی کار بکنم وقتی میخوام قانون وضع بکنم؟ میبینید که این قوانین دیگه جان سختی میکنن و حالا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اولا که طبق اراده من نیست. ببینید من تقریبی میتونم بگم من به عنوان یک جزء یک جامعه به عنوان یک جزء که توی کل جامعه هستم، حالا هر جور که هست یک قانونی وضع شده که این من جزء وضع کنندگان این قانون هستم، در صورتی که در شرع من صرفا باید این تکلیف رو انجام بدم، من وضع نکردم، من در تکون این قانون هیچ نقشی ندارم، من صرفا باید گوش بدم و عمل بکنم بهش. در صورتی که در قانون مدرن این قانون حاصل اراده امثال منه، یعنی من هم به مثابه منی که در کل مستحیل هست، این قانون اراده منه. در صورتی که در شرع این قانون هیچ ربطی به اراده من نداره، من اراده‌ام باید انجام بگیره، استفاده بکنم تا این شرع رو که اراده کسی دیگه است محقق بکنم، تحقق ببخشم. ببینید پس یک مطلب دیگری شد و گفتم چون یک شخص لازمان و لامکانه و حال خودش هم تأکید کرده که قانونش عوض نمیشه، دیگه این قانون خیلی سخت عوض میشه. حالا مشکلش چیه؟ یکی این که خب اراده من نبود، 2 این که اگر مطابق طبع و وضع یک تاریخی بوده، من که دیگه پدیده تاریخی هستم، الان من که تغییر کردم اون قانون دیگه برای من کارآمدی اونقدر ممکنه نداشته باشه، اما تغییر پذیر هم نیست. حالا یه عده ممکنه بگن که نه در حکومت ولایت فقیه ما میتونیم قوانین رو عوض بکنیم، داخل پرانتز الان نمیخوام بهش بپردازم، اما اون یک راه حلیه که 100 تا مشکل بیشتر برای ما به وجود میاره. چرا و چگونهش کاملا به چندین اپیزود مجزا نیازمنده و مشکل رو حل نمیکنه و از این تصحیحایی که آدم میاد ابروی طرف درست بکنه میزنه چشمش رو هم کور میکنه. خب ولی به صورت کلی که اکثر فقها این نحوه ولایت فقیه قبول ندارن که اساسا ما در مورد کلی مباحث داریم صحبت میکنیم. خب پس ما یه صحبتی کردیم که قانون اراده کیه و چرا وقتی اراده شرع هست اساسا جان سختی میکنه و عمل نمیکنه و تغییر پیدا نمیکنه. اما یک نکته دیگر رو بگم و این اپیزود رو هم تمام بکنم باهاش و اون اینه که وقتی قانون میاد که وضع بشه، یعنی قانونگذار میخواد قانون رو وضع بکنه، قانونگذار صرفاً به چی میاندیشه؟ به این میاندیشه که قانونش کارآمد باشه و به مصلحت باشه و تا جایی که میشه عدالت رو اجرا بکنه، یعنی قانونی بذاره که متلائم با اصول اخلاقی باشه، عدالت رو بتونه تا جایی که میشه تحقق ببخشه و روابط انسانی رو درست تنظیم بکنه، یعنی کارآمد باشه. به همه اینا در مجموع من میگم مصلحت باشه، چون از فروع عقل عملی هست در واقع اگه بخوام به زبان قدما صحبت بکنم. خب حالا بیایم سر کاری که فقیه میخواد انجام بده.
فقیه اصلا دنبال وضع قانون نیست. عملا فقیه دنبال کشف قانونه. کشف چی؟ قانون که یکی دیگه گفته. لذا کاری که فقیه انجام میده اساساً مبتنی به فهم و کشف مصلحت جامعه نیست. مصلحت جامعه رو خدا باید میدیده، قانون گذار اصلی باید میدیده. فقیه که اصلا دنبال این نیست، دنبال اینه که بگین خدا چی گفته. لذا فقه ما اساساً علت قاییش، اساساً اون ایده اصلیش اینه که چی باشه؟ هر چقدر میتونه فقیه خوشحالتر زمانی که به شارع، به اون چیزی که خدا در واقع گفته نظرش نزدیکتر بوده باشه. بذارید اینجوری بگیم، کی فقیه از همه وقت خوشحالتره؟ این که مثلا پیغمبر و امام بیان بگن که ای محقق حلی، مثلا دارم میگم، تو فتاوی که دادی 99% همون فتاوی بوده که خدا وضع کرده یا پیغمبر و امام معصوم گفتن. تو سعی و تلاش کردی و این سعی و تلاش تو با حقیقت و واقعیت خیلی نزدیک بوده با هم، اون موقع خیلی خوشحاله. اما محقق حلی دغدغش این نیستش که آیا این شرع کار آمده یا نه. کارآمدی زمانیه که شما میخواید وضع قانون بکنید. او دنبال وضع نیست، اون دنبال اینه که واضعی که قانون رو وضع کرده چه وضعی کرده، کارش چیه؟ کارش کشفه. لذا اساساً این دوتا یک هدف و یک علت قایی ندارن. ببینید مسئله چی شد؟ این که حقوقدان میگه آقا شما با این مثلا فقهی که دارید جامعه رو نمیتونید اداره بکنید. فقیه میگه آقا من اصلا کاری به جامعه ندارم، من کار من پیدا کردن این که خدا چی گفته، حالا باش میشه اداره کرد نمیشه نکرد که مشکل دیگه ایه. ببینید پس مسئله کجا قرار گرفت؟ پس میتونیم بگیم که اساسا شریعت به این معنایی که من دارم میگم اساسا کاری به نتیجه نداره، در صورتی که تمام همه حقوق مدرن به چیه؟ به نتیجه است و به کارآمدی. خیلی مسائل دیگه وجود داره در مورد فقه و شریعت و قانون و رابطه اینها با اخلاق و بالعکس که در اپیزودهای آینده بهشون خواهم پرداخت. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. تا روز و روزگاری دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.